سپاه پاسداران عامل اصلی ویرانی‌ها. روز چهارشنبه 18 فروردین حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد که تمامی شهرهای مرکزی استانها در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند و تمام مشاغل گروه 2 میبایست تعطیل شده و تمامی محدودیت‌های سال پیش مجدداً اعمال شود. از طرفی نیز وی اعلام کرد که ما می‌خواستیم در ایام تعطیلات نوروزی هم محدودیت‌ها اعمال شوند، ولی برخی افراد که نمی‌توانم اسامی آنها را ذکر کنم مخالفت کردند. از سوی دیگر در حالی که در تمام دنیا روند واکسیناسیون در کشورها به ده‌ها میلیون تن نیز رسیده، در ایران این رقم شاید به چند هزار هم نرسد. مقامات ایرانی دائم تحریم‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی روند بسیار ضعیف خرید و واکسیناسیون می‌نامند. این در حالی است که در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم غذایی و دارویی علیه ایران وجود ندارد. پس مشکل کار کجاست؟ به نظر می‌رسد بخش دوم سخنان حریرچی که گفت عده‌ای مخالف محدودیت‌ها بودند و ما نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم، احتمالاً به سؤال ما جواب خواهد داد. تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه از کسانی، گروهی و یا سازمان‌های پشت پرده‌ای صحبت می‌کنند که در اکثر موارد حتی جرأت نام بردن از آنها را ندارند. اما آنچه که طی سالهای متمادی فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اعلام کردند، آن سازمان پشت پرده که تمام سیاستگزاری‌های ایران را تعیین می‌کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نیرویی شبه نظامی در داخل و خارج ایران که هم منابع مالی و اقتصادی ایران را در دست دارد و هم سیاست، فرهنگ و هنر را. یک اختاپوس بزرگ که دست و پایش به تمام نقاط منطقه نیز رسیده و هدفش صدور شیعه انحرافی سیاسی و قومگرایی فارسی شعوبی در منطقه و جهان است. سپاه پاسداران سازمانی است که به دنبال ایجاد ذهنیت ضد آمریکایی، ضد غربی و نهایتاً تشکیل پیاده نظامی برای قدرت‌های اقتدارگرای شرقی چین و روسیه. سازمانی که به قول حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران همان دولت تفنگدار است، دولتی که سیاست‌هایش باعث به وجود آمدن ویرانه‌ای به نام ایران شده است.